عن مقدام بن معدي كريب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي. این صحابی بزرگوار مقدام ابن معدی میگه شنیدم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگفتن که پر نکرده است آدمی یگان ظرفی را بهتر از شکم. از همه بهترین ظرفی که آدمیزاد پر میکند این شکم است. برای فرزندان آدم یک چند لقمه های کفایتی میکند که صلب خود را یعنی پشت خود را راست کرده تواند، قد و قامت خودش راست کرده راه گشته تواند بس است. همین قدر طعام بس است. فإن كان لا محاله اگر با این طاقت کرده نمیتوانسته باشد پس شکمش را به 3 قسمت تقسیم کند. قسمت اول برای خوردن فثلث لطعامه 3/1 برای طعام و ثلث لشرابه 3/1 است برای شراب یعنی که برای نوشابه هم جدا کنه 3/1 شکم را و ثلث لنفسه 3/1 است برای نفسش یعنی به جای نفس هم نخورد تا گلو نخورد. این حدیث صحیح است، حدیث ترمذی است. بعضی طبیب ها گفتن که لو استعمل الناس هذا الحديث لسلموا من الامراض والاسقام. اگر مسلمان ها این بعضی یعنی طبیب های یهود و نصارا هم گفتن، طبیبان هم گفتن، این گپی سخن طبیباست، اگر مردم به همین حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کنند از بسیاری از بیماری ها سلامت میمونند. ولا تعطلت دکاکین الصیادله دکان های این دارو فروش ها ویران میشد. دارو فروش ها دکان هاشون رو محکم میکردین اگر مسلمان ها به این حدیث عمل کنند. اگر یعنی عمومی مردم یعنی دیگه هیچ کسی دارو نمیخرد، کم آدم ها که دارو میخرد دیگر از دارو فروشی فایده نمیموند، مجبور میشد دارو فروش دکان دارو فروشی را محکم میکنه. به همین حدیث اگر همیشه در حیاتتون عمل کنید انشاءالله بیمار نمیشید.